سلام. در ابتدا لازم می‌بینم که از شما خیلی سپاسگزاری کنم. ممنونم که 7 قسمت بیشتر اسپورت پلاس را با تمام علاقه بیننده بودید و دیدگاهتان را با ما شریک کردید. و حالا شما بیننده یه برنامه 8 اسپورت پلاس هستید و فقط دعا کنید که امروز ما بلای سر خود نیارم. فدراسیون موتورسیکل سواری آقای سید نبی سادات لطف بزرگی کرده و امروز با تیم ملی و تعداد دیگه هم که در حال حاضر تمرین میکنن در کنار ما حضور پیدا کردن. زمان آن است تا از آقای نبی سادات در مورد تاریخچه این ورزش در افغانستان بدانیم و جزئیاتی که لازم میبینیم با شما شریک شوم. دنبال کنید ما را. تشکر، سلامت باشین. در سال 1387 به اسم انجمن ملی موتورسیکل سواری افغانستان ایرا پایه‌گذاری کردیم و فعالیت شد از کابل شروع کردیم و توانستیم که در این مدت بیشتر از 15 ولایت به شمول کابل زیر پوشش ورزشی قرار بدیم و سال 1394 به این طرف رسما به عنوان فدراسیون ملی موتورسیکل سواری افغانستان در چوکات کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی ثبت و رازدار شدم و متاسفانه که تاکنون حکم مقام عالی ریاست جمهوری را نداریم که شامل اصلیه و بودجه باشیم، اما دیگر تمام امکاناتی که در خدمت ما است با جز از پول و مادیات. ما در این مدت بسیار طولانی از هزینه شخصی این حمایت کردیم، پیش بردیم، حتی مسابقات خارجی بیرون مرزی اشتراک کردیم. دوست دارم در این قسمت یک سری اطلاعات را به صحبت‌های آقای سادات اضافه کنم. قوانین مسابقات و نمایشات، همینطور قوانین برگزاری مسابقات یک کتاب خاصی از خود که زمان ما یاری نمی‌کنه که برای شما مفصل در مورد صحبت کنم. فقط میتونم بگم که هر فدراسیون مکلف است که از قوانین سازمان‌های جهانی پیروی کنه. مثل سازمان جهانی FIM. نمایشاتی را که شما در این تصاویر بیننده هستید بخش موتورکراس است. در دنیا بیشتر از 10 نوع مسابقات موتورسیکل سواری برگزار می‌گردد که فقط 4 بخش آن در افغانستان فعال است. از جمله موتورکراس، اسپورت 4 سلند یا موتور بایک، نمایشات خاص یا فری استایل و بخش کوهستانی یا ماونتینز. و اگر موافق هستید بریم سراغ تاریخچه جهانی و بعد برمیگردیم دوباره به صحبت‌های آقای سادات در مورد کارکرد این فدراسیون، یعنی فدراسیون موتورسیکل سواری تا به امروز در افغانستان. و حالا در مورد تاریخچه جهانی. نخستین موتورسیکلت توسط مخترعان آلمانی گوتلیب دایملر و ویلهلم مایباخ در اشتوتگارت در سال 1885 ساخته شد. فدراسیون بین‌المللی موتورسیکل سواری ابتدا با نام اختصاری FICM در دسامبر 1904 در پاریس فرانسه تأسیس شد و در سال 1906 منحل شد. اما در سال 1912 دوباره در انگلیس متولد شد و این نام در سال 1949 به نام FIM یا Federation International Motorcyclist تغییر یافت. و همان سال نیز مسابقات جهانی راه اندازی و دفتر مرکزی در سال 1959 به سوئیس منتقل شد و در سال 1998 به عضویت کمیته بین‌المللی المپیک درآمد. میخوایم بیافزاییم که موتورکراس نیز یک شکل از مسابقات موتورسیکلت بیرون از جاده است که معمولاً در مدارها و مکانهای احضار شده برگزار میشود که رقابت‌های جایزه بزرگ جهانی آن در دهه 1960 آغاز شد. ما سال 1394 به کشور جمهوری اسلامی ایران سفر داشتیم که 4 ورزشکار از افغانستان اشتراک کرده بود و توانستند که در بین 16 کشور اسلامی که ایران میزبان بود مقام 4 افغانستان دریافت کنند. و همچنان سال قبل به کشور همسایه پاکستان دعوت شده بودیم که بازم
یاد کنیم جا داره سپاسگزاری کنیم از کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی. این سفر ما را حمایت کردن که 14 راده موتورسیکل، 14 ورزشکار، 2 مربی، 1 داور و 1 هیئت که خودم بودم در است، تعداد 18 نفر اشتراک کردیم و توانستیم کجا از 4 ایالت پاکستان اشتراک کرده بودند که 6 تیم از پاکستان بود و 2 تیم از افغانستان بود. توانستیم نایب قهرمانی یا مقام دوم بگیریم. خیلی ترس داره، خیلی برعکس چیزی که آدم تصور میکنه موتورسیکل سواری خیلی ترس داره. باز این موتورسیکل خیلی تفاوت داره با موتورسیکل‌های عادی که معمولا روزمره شما سوار میشید. ذاتاً که من یکم چی میگن، یعنی ترس دارم از سرعت. بالاخره اینم تجربه کردیم. بیرنده عزیز، فرصت رسیده تا صحبت کوتاهی با نگین خانم داشته باشم. تک دختری و تنها دختری که امروز در تیم حضور داشت و تمام نمایش‌هایی که دیدیم نگین خانم هم در تیم حضور داشت و اجرا کرد. نگین عزیز، ممنون از اینکه امروز وقت گذاشتی و اینجا آمدی و حضور پیدا کردی. فقط می‌خوایم در ابتدا از اینجا برام شروع کنیم که چه زمان وارد رشته موتورسیکل سواری شدی و دقیقاً چند سال داشتی؟ شکر از اینکه شما آمدین. ما تقریبا 1 سال میشه که موتورسیکل سواری تمرین میکنم. 1 سال میشه. نظر بدی که چند سال هستی در حال حاضر؟ 16. 15 ساله بوده که شروع کردن. نگین جان، حضور دختر خانم ها را در رشته‌های مختلف ورزشی و خصوص رشته‌ای که خودت در اون فعالیت میکنی چگونه میبینی؟ دیدگاه چی است در رابطه؟ به نظر من به دیگر رشته برای دختر خانم‌ها خوبتر است، آزادانه‌تر میتونن که برن اشتراک کنن چون ترس نداره اکثریتش. ولی موتورسیکل سواری چون یک رشته است که ترس داره و زیادتر خانم‌ها نمیتونن که بیاین در رشته، ولی خوب است. نقش خانم‌ها در رشته کم رنگ نیست. ما داریم دختر خانم‌ها را که میاین تمرین میکنن. خوب است. من فکر میکردم نقششان کم رنگ است، یعنی حضورشان آنچنان که باید باشه. آنچنان که باید باشه نیست، ولی هست تا جایی که بتونیم ما خود نشان بدیم و برای مردم دیگه هم الگو شویم که بیاین موتورسیکل سواری را پیش ببرن هست، ولی تا جایی که ما انتظار داریم و باید باشه نیست. اطلاعاتی که خودت داری در حال حاضر کلا در فدراسیون موتورسیکل سواری چه تعداد دختر فعالیت میکنن داخل و ولایت؟ در ولایات فعلا متاسفانه دختر نداریم، فقط در مرکز 10 دختر داریم که تمرین میکنن. تا فعلا بالا 3 دختر خانم شروع کردیم، بعدا خوشبختانه رسید به 10. اگر قرار باشه در مدت 1 سال سختی ها، چالش ها و تمام موانعی که سر راه بوده و حضور داشته را مقیاس کنی برای من اندازه بگیری، چه اندازه بوده؟ به نظر من بزرگترین مشکل ما نداشتن زمین معیاری است. درست. و بعد از او نداشتن منظوری ریاست محترم ریاست جمهوری. و فقط به این آخرین پرسش میخوایم از خودت بپرسم، چون البته صحبت کوتاهی گفتم یکم طولانی شد. آینده خودت را در این رشته و در افغانستان کجا می‌بینی؟ انشالله از آدرس این رشته دارم. انشالله که بتونم. یعنی من سر خود اطمینان دارم که اگر من بخوایم این رشته رو واقعا پیش ببرم که میخوایم، من میتونم که برم به کشورهای بیرون مرزی و مدال کسب کنم به کشور خود. و حالا میخوایم که به هیجان زندگی شما بیافزاییم. یعنی که در این لحظه اجراهای نمایشی تیم را خواهیم.
این هم از این رشته ورزشی. دوست دارم از شما بدانم که میخواید در برنامه بعدی کدام یکی از رشته‌های ورزشی را برای شما پوشش بدیم. فقط کافی هست پایین این بسته برای ما بنویسین و دیدگاهتان را شریک بسازید.